سلام دوستان گل، امیدوارم که جور و صحتمند باشین. رفقا، امروز میخوایم یکی از مهمترین ساختارهای زبان ژاپنی را یاد بگیریم، اما شکلی ت یا ت فرم که خیلی سخته یکم به نظر من، ولی نیاز به تمرین داره و یکی از امو ساختارهای امو بخشهای مهم زبان ژاپنی میباشه. خب رفقا، درس شروع میکنم. خب شکل ت برای وصل کردن جمله ها، درخواست مؤدبانه و یا گفتن کارهای پشت سر هم استفاده میشه. تقریبا مثل and یا دنی انگلیسی. درست؟ مثلا اینا چند مثال براتون میگم. خب مثلا تابت یعنی بخور و ادامهش. خب ایت برو و یک کار انجام میده. خب و اینجا مثل و انجام میشه. اول باید بدونیم افعال ژاپنی خب 3 دسته هستن. گروه 1 افعالی که بیشتر با ر، ت، ب، م، ک و او ختم میشه. گروه 2 افعالی که به ر ختم میشن و قبل صدای ای یا ای دارن. گروه 3 افعال به قاعده مثل سرو و کرو است. حالا ما تغییرات شکل ت فرم میخوانیم. خب اگر فعل به او، ت، ر ختم بشه ت میشه. خب ت. مثلا او میشه دیدن، ملاقات کردن. او میشه دیدن، ملاقات کردن. اگر به شکل ت تبدیل کنیم خب به شکل ات ات. یا مثلا یک مثال دیگه میگم کاو که بازوی به او ختم شد. خب کاو خریدن، کاو خریدن. کت که او قط میشه، او طرف میشه. یا مثلا سو میشه کشیدن سیگار، کشیدن سیگار. میره اگر چه کنیم خب آفرین شما یاد دارید او را او طرف میکنیم، کنار میزنیم، به جایش میگیم سوته میشه بکش و همینجوری. خب بریم بعدی میشه بخشی ت. خب مثلا لغت میگیم مت منتظر بودن، مت منتظر بودن. خب ت را کنار میزنیم میشه مت یعنی صبر کن، مت صبر کن. خب بعدش میشه مثال بعدی کت بردن، کت بردن. خب کت ت را او طرف کردیم، کت برد ببر، کت ببر. بردن این مثلا مسابقه چیزا ببریم. خب یک مثال دیگه میگیم مت داشتن، مت داشتن. خب مت یعنی داشته باش، مت داشته باش که با پاله دیگه فعلام اینا استفاده میشه. و بعدش روی میشه مثلا میگیم تورو گرفتن، مثلا عکس گرفتن، شاشین تورو. بازیر اگه بگیم عکس بگیر خب رو را پاک میکنیم میگیم تات. یا بعدی یک مثال بعدی میگیم فروختن چی میشه اورو. خب این بر رو ختم شد. خب ایره اگر بخوام تبدیل کنیم میشه رو را پاک میکنیم میگیم اوت یعنی بفروش. خب بعدی مثلا میگیم یکم در رو ختم میشه هیرو وارد شدن. خب حالا شما بگید چیکار کنیم؟ بله رو را کنار بزنیم میگیم هایته یعنی وارد شو. درست دوستان؟ اگر فعل ما به نو، بو، مو ختم بشه میشه ده، تبدیل میشه به ده. امو او، بو، مو، امو
تغییر میکنه شکلش. مثلا میگیم نوشیدن چی میشه؟ نوم که به مو ختم میشه که شکلش تغییر بیتیم میشه نون ده. درست؟ نون ده. دیگه یک مثال بعدی میگم. یاسوم استراحت کردن. اگر بگیم استراحت کن میشه خواهی هم به مو ختم شده نه؟ یاسونده یعنی استراحت کن. یاسونده. خب یک مثال دیگه میگم. به امیم خواندن میشه یوم. خب حالا شما بگید چطوری را چه کنیم؟ تبدیل کنیم به شکلی ت فرم. آفرین. مو رو طرف میکنیم ده میگیم یانده. درست؟ یعنی بخوان. یانده. خب حالا فعلایی که به ب ختم میشه یک چند مثال 3 تا میزنم. میگیم مثلا فعل میگیم بازی کردن به چه ختم میشه؟ به ب ختم میشه. اعصاب یعنی بازی کردن. ایره اگر به شکل ت فرم شکل ت تبدیل کنیم میشه بله ب رو طرف میکنیم اسانده. حمل کردن میشه حکوب. خب چیکار کنیم؟ بله ب رو طرف میکنیم حکانده. و مثال آخری ایراب یعنی انتخاب کردن. میگیم ایرانده. درست؟ انتخاب کردن. و نو میشه مرد شکل نو که هم به انده خلاص میشه. خب مثلا شین مردن. اگر کسی بگیم بمر کثافت میگیم شینده. نور پاک میکنیم انده استفاده میکنه شینده. بعدش تنم درخواست کردن. خب بالا چی کار میکنیم؟ آفرین موره برکنار میکنیم تنانده. اوکی. حالا یک جمله آخری شامل شدن میشه فکونده. اوکی. حالا میریم که اگر به کو ختم میشن فعلایم به کو ختم بشه بازی میشه ایته میشه. امو کو او طرف میشه ایته میشه. مثلا نوشتن میشه ککو. نوشتن میشه ککو. خب حالا کو رو او طرف میکنیم میشه کایته. درست؟ یک مثال دیگه میگیم اروکو راه رفتن. اگر بگیم به شکل ت تبدیل کنیم میشه خب آفرین کو رو طرف میکنیم ارویته. آفرین باشه. اوکی. حالا میگیم یک استثنای دیگه هست بچه. اینجا یک استثنای. خب ایکو میشه رفتن. این یکم استثنای. ای به ایته تبدیل نمیشه. این میشه فقط ایته میشه نه. ایکو رفتن. برو میشه ایته. این یک استثنایی شما اصلا در نظر نگیرید فقط امرقم که یاد بگیرید. یا مثلا میگیم آیاگ چیزایی که به گو ختم میشه. خب یم مثل موضوع گو او طرف میشه آیایده. درست؟ آیاگ با گو او طرف میشه ایده استفاده میشه آیایده. در آوردن آیاگ شنا کردن یعنی آوازی کردن میشه. در آوردن لباس میشه نگ. حالا بگیم لباس در بیار میگیم نویده. آفرین. اگر به سو ختم بشه فعل ما به سو ختم بشه خب امو سو رو او طرف میکنیم به جای شته میشه. خب مثلا هنس صحبت کردن بگیم که به شکل ت تبدیل کنیم خب سو رو طرف میکنیم هنشته یعنی حرف زن.
یا مثلا میگیم خاموش کردن، کس خاموش کردن. اگر به شکل ت تبدیل کنیم کشته. اوکی. و یا مثلا خارج کردن، دست، بازی هم دستو ختم شد، دست خارج کردن. میگم در بیار، خارج کو، دشته. اوکی، دشته. حالا میریم گروه دوم، گروهی که فقط رو حذف میشه. خب رو حذف میشه اینجا. مثلا تبرو میشه خوردن، تبرو میشه خوردن که رو را پاک میکنم، میشه تبه ته یعنی بخور. مثلا میرو میته فقط پاک میشه، میرو میته. میرو دیدن بود، ببخشید میرو دیدن بود. ببین میشه میته. یاد دادن میشه اوشیرو. مثلا یاد بده میشه اوشیته. حالا افعال به قاعده هم داریم ما اینجا که اینا گروه سوم باشه. مثلا سرو میشه شته، سرو انجام دادن، شته انجام بده. یا کرو آمدن، میگیم بیا، کته. اوکی. اینا از شکل تغییر شکل فعلای ما به تفارم باشه. خب حالا یک چند تا مثال هم میگیم، چند تا مثال کاربردی. گوهان او تابته گاکوه ایکیماس. گوهان او تابته گاکوه ایکیماس. غذا میخورم و مکتب میرم یا مدرسه میرم. گوهان میشه غذا، تابته میخورم و گاکو مکتب یا مدرسه، ایکیماس میرم. گوهان او تابته گاکوه ایکیماس. یا مثلا میگیم توموداچی نی آته هاناشیماشتا. توموداچی نی آته هاناشیماشتا. توموداچی میشه دوست. توموداچی نی آته دوستم را دیدم، او دیدن. این که به شکلی ت فرم شده، آته دوستم را دیدم و هاناشیماشتا صحبت کردم. خب رفقا، حالا میخوایم که کم کم جمع کنیم. برای درخواست مدامان هم خیلی کاربرد داره قبل از اینکه جمع بندی کنیم. خب وقتی میخوایم بگیم لطفاً کمی صبر کنید. چوتو ماته کوداسای. چوتو ماته کوداسای. لطفاً کمی صبر کنید. این چرا هم که استفاده میکنید؟ وقتی که از کسی درخواست مؤدبانه کنید، از فعل شکل تی فعل و کداسای استفاده میکنید. خب مثلا تبت کداسای، لطفاً بخورین. مت کداسای، لطفاً صبر کنید. یا ایت کداسای، لطفاً بروید. کداسای استفاده کنید، جمله خیلی ادبانه یا مؤدبانه میشه. رفقا، شکل ت یا ت فرم یکی از مهمترین پایه ها یه زبان ژاپنیه. تمرین کنید، زیادم تمرین کنید و زیادم تمرین کنید. تا درس بعدی، خدا نگهدار. متن